هذا النور شفاء صدور. رشک زن پدر و مادرش را هلاک کرد. یک زن شب دیر به خانه رسید. آهسته کلید را انداخت و در را باز کرد و یک نظر به اتاق خواب شوهرش کرد. نگاه کرد، به جای یک جفت پایافزال دو جفت را دید. زن فکر کرد که شوهرش با زنی بیگانه خواب است. بدون وقت رفته چوب چوگانبازی شوهرش را گرفته و تا جایی که توانست آن دو نفر را زده خونین کرد. بعداً با غضب به طرف آشپزخانه رفت تا آب بنوشد. وقتی که به آشپزخانه رفت، با کمال تعجب شوهرش را دید که در آشپزخانه نشسته است. شوهرش به زنش گفت: سلام عزیزم، رسیدنت به خیر باشد. پدر و مادرت بیگاه از شهرشان به دیدار ما و شما آمده بودند. چون خسته شده بودند، به آنها اجازه دادم تا در رخت خواب من و تو استراحت کنند. آیا با آنها سلام کردی؟ دوستان، خلاصه خود را برآورید. رشک زن تا به کجا می رود؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.